شفيع الأمة بذكر الرسول تشهد الهمة يا ربي جاهنا بأزل الأمة يا ربي جاهنا بأزل الأمة صلوا على الهادي البشير نبي المنير شفيع الأمة القدير صلوا عليه صلوا في أهل الكلام صلوا على بدر الكمال صلوا عليه شفيع الأمة بذكر نبی رحمت است و نبی عزت است نبی ارمغان خوشی وحدت است نبی هدیه از خدا بهر خلق نبی عشقی به انتها بهر خلق نبی عشقی به انتها بهر خلق نبی غمگسار غم امت است نبی رحمت و مرهم امت است خدا انبیا را بشر خلق کرد نبی را ولی غافل مشو که عمر عزیزت دوباره نیست در بندگی بکوش که فرصت همین دم است زیرا که روز مرگ به کس آشکار نیست عزیزان از مرگ چاره نیست اما مرگ بعض انسان ها این برای عالم عزیزان موت عالم است چنانکه که بزرگان میگویند موت العالم موت العالم یعنی موت انسانهای عالم و دانشمند و پیشوایان دین مقدس اسلام این موت عالم است موت این گونه انسانها از بین رفتن علم و دانش است امروز عزیزان اهل اسلام یک صندوق پر از علم و دانش به زیر خاک می رود عزیزان اهل اسلام
خداوند علم را از میان ما و شما بندگانش و برداشتن و از بین بردن قرآن و سنت از بین نمیبرد، بلکه علم را به سبب از بین بردن علما و دانشمندان دین از بین میبرد. کسانی که امکانیت استفاده کردن، فرصت غنیمت دانستن، از حضرت استاد علم حاصل کردن، مانند حضرت فرمان و دیگر شاگردان دارد حضرت که بسیار شخصیت های بزرگ و معتبر در کشور ما هستند. خوشا به حالشان که از حیات ایشان استفاده کردند. اما کسانی که حیات ایشان را غنیمت ندانستند، فرصت غنیمت ندانستند، امروز علم به زیر خاک می رود. عزیزان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه روایت میکند که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر. در ماه مبارک رمضان روزه میگیرن. ببین برادران عزیز گرامی، ما الحمدلله در این ساعتها همه روزدار هستیم. حالتی که میخوام گپ بزنم دهانم خوش شده ایستاده است. این اشاره به آن میکند که جنت عاشق یکایک ما و شماست، خصوصا استاد ارجمند مرحوم ما که امروز در دهه رحمت خدا جانش نشا گرفت. چی مرتبه عالیه در ماه مبارک رمضان در دهه رحمت و در حالت روزداری و صومداری. این سبب برادران عزیز گرامی همین 4 صفتی را که الان ذکر نمودم کروت بیرونش اینه نگاه کنید. کروت بیرونش من اونجا استوتگی ایدم لب ادام را نمیخوادم میگه تا پایینه حقیقه بسیار داره پول پره میگه اینو نگاه کن آدم نگاه کن اون اونجا رفته ایسان اونجا رفته ایسان ایتا ای پره اینه ایجا ایتا ماگی اینه ایجا نگاه کنی آدم بسم الله الرحمن الرحيم
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل آخر مرگ گر طالبی یا بنده ای آخر فنا ور تا قیامت زنده ای آخر فنا میشوی و این خاطر برادران بزرگوار دنیا شما را فریب ندید کنیسه فریب ندید